سورپرایزی انجام بدم واسهتون، بعدش میفهمید. بکنم تا الان فهمیده باشید. کی به من گل داده؟ گل نارنجی کدومتون بهم داده؟ بکنم آقا مهدی داده. آقا مهدی شما؟ الان میام. آها رفتی زیر زمین؟ آره رفتم زیر زمین چون یه سورپرایزیه دارم. وای TNT'مون دیدی؟ راستش دیگه دیر شده. حتی بوتاکا وای من ترکونم. بچه امیرعلی رو ترکون. بچه کتابه رو جدید. بچه ها کتاب درس از زیبای بازیه. بچه ها دیگه نمیتونید بچه این کیه؟ بابا جانم این چه کاریه؟ بچه من میرم یه خونه بسازم. امیرعلی این چه کاریه؟ آقا مهدی یعنی برش بچه شب شد. آقا شب نشد. وای بچه سوبراز بعدی کرد. آقا مهدی یا سوبراز یا اول فصل. بچه من کنار ساحلم دارم. آقا امیر لطفا جوی ندید. آخه ما گمتون کنیم دیگه اصلا جدا میشیم. جای نمیرم خیالت راحت. آقا مهدی بیای یه لحظه نگاه کنی چی پیدا کردم. اینجا جای زامبیا، اینجا خونه زامبیا. بیا. آره وای پلیجر ویلیجر نه ویلیجر. نه ویلیجر نه. وای اشتباهی گفتم پلیجر. کلیپر ایشون کلیپر کشته شد. اینجا خونه زامبیا مزاحمشون نشیم. مزاحمشون نمیشیم. اونا مزاحم. آره همونی که این گفت. ای آقا مهدی بیا اینجا. آقا مهدی من اینجا دارم این کلبه میخوام چیزی آقا مهدی داریم اینجا TNT بزنیم. آقا مهدی چرا الان روشنش کن کردی؟ آقا مهدی گیر کرد. آقا مهدی گیر کردی. کلاچه روحانی کله پاچه. یا اول فاز بچه ما راه خروج راستش گم کردیم. راه خروج به جای اینکه بمب بترکونی راه خروج رو پیدا کن. بچه ما راه خروج بچه راه خروج بازه. راه خروج رو پیدا کردم. عکسشو پاره کردم. آقا امیر بترک. آقا مهدی بترک. آقا مهدی میترکه. وای ننه. بچه بیا بریم خونه بسازیم. من دارم اون وقت کلبه میسازم. بچه یه دقیقه بیان پیش من الان میام آقا امیر. باشه. آقا مهدی کجایی؟ آقا من دیدم. آقا من امیر رو دیدم. یه دقیقه نیاید. چش برید بالا. آخه من میخوام برم زیر برو نگاه نکن برام. بچه من میخوام اینجا بیام ویلیجر شکنجه کنم. ویلیجر رو میخوام بکشم. دهن ویلیجر راست. بچه یه دقیقه اینجا بایسیم. بچه این هیچ کس نبود. صدای یه هیولا بود. آره نه بچه صدا تو باسی بود. آخه من یه چی گذاشتم از این اندرمنا گذاشتم. بچه از این اندرمنا گذاشتم. یه هیولا. آره بچه ما بازی میکنیم. یه دقیقه بازی رو استوب کنیم. خب بچه الان آقا مهدی و آقا امیر و من یعنی پیج امید فکر کنم کانال من دیدید بردی آفراسیاب من. بچه داره ما داریم بازی میکنیم راستشو بخوایم
من گفته بودم میخوام ویلیجر شکنجه کنم. الان میریم شکنجه کنیم. بچه‌ها شبه بیاین توی کلبه بخواب. بچه‌ها من میام. فردا باید نقشه‌هامون رو انجام بدیم. آره خب ولی من میخواستم واسه بچه‌ها ویلیجر شکنجه کنم. آها. خب من خوابیدم دیگه. الان میخوابم. باشه بچه‌ها من واسه اطمینان کسی نیاد تا صبح بیدارم. بچه‌ها الان این ویلیجر میترکه. پاره میشه. قربونش بشم منه. فداش بشم منه. بچه‌ها چی بشه این؟ بچه‌ها یک بازی کنیم. What the fuck؟ بچه‌ها راستش رو بخوام ما بیرون بازی میکنیم. این سر صدا عادیه. خب بچه‌ها همونطوری که داشتم میگفتم. خونه ای بچه‌ها اینا داریم. راستش. حالا بازی می‌کنیم بچه‌ها. آره راستش هم صداها رو گذاشتیم بس کردیم. بله. بچه‌ها آقا امیر حالا ما بازی کردن در کنار شما رو خیلی دوست داریم. به خاطر همین از این به بعد تا آره آقا امیر سوت بزن. راست میگه. بچه‌ها آقا امیرم یه فوتبالیست ماهره. به خدا الکی نمیگم، از ته دل دارم مگه نه آقا امیر فوتبالیستاش خوبه. بچه‌ها به خاطر اونم لایک کنید. راست میگه. بچه‌ها وای که من چند بار گفتم هر روز کنار هم تماس زنگ با هم بازی می‌کنیم. آره آمادگی‌های بازی انجام میدیم. آره بچه‌ها شاید بعضی از موقع هم من تکی چیز کنم. آخه بعضی موقع شاید برم کال آف دیوتی. من دیدی مثلا امیر مهدی یادتون باشه تو گوگل بزنید. بچه‌ها بعدا ما براتون یه سورپرایزی دیگه هم داریم. آره بچه‌ها بعد از اینم شاید بریم. من یه چیزی ساختم، شاید هم بریم تون. معلوم نیست راستش. ولی بچه‌ها لایک سابسکرایب لطفا یادتون نرو وگرنه بد میشه. بعده کجایی؟ من دارم اینجا شکنجه ویلیجر رو چیز میکنم. تو کدوم جا؟ اینجا نزدیک خون کلبه آقا امیر. بچه‌ها دارن من بعدی ها رو باید گم کردم. نه بچه‌ها من گم نشدم. آقا مهدی من اینجا به خدا وایسادم. وای بچه‌ها ویلیجر داره تمام. بچه‌ها اینجام سب کن. الان شد دیگه. از دیدی کجام دیدی. بچه‌ها صدای بچه اینا زیاده. بخم رفت. ویلیجر بیگناه بی همه چیز. من چند سال به خاطر شما عذاب یا ابوالفضل. ای داره ویلیجر آتیش می‌زنه. نه بابا شکنجه من این چیز دیگه است. آقا مهدی نکن لطفا. آخه این شکنجه خیلی سریعه. میخوام بزنم بچه من میام تو خونه امیر. وای بچه‌ها گند زدم من. بچه‌ها ویلیجره سعی میکنه با سرش شیشه رو بشکونه. خیلی اسکلی داشتی. اصغر آقا اسمش گذاشتم اصلا. بچه‌ها خدای نگاه کنید سرش رو چطوری تکون میده. دیگه آزادم کنید لطفا. من زن و بچه دارم. آزادت نمی کنم که تو باشی من عذاب بدی. چند ما به خاطر تو ترکیدم تو بازی مانکرافت. الان دیگه وقتش تصفیه حساب کنیم. بیشو تقصیر دارم آقا مهدی. بله
بچه این تخت من بخواب. بچه این دوتا مهمون دیجمون هم تو بیشتر ویدیوهامون هستن حالا شاید هم یه موقعی یه پسر دیگه اضافه شد. حالا فعلا که کسی اضافه نشده. باشه آقا امیر. بچه بعدش دیگه چه خبر؟ آقا بردیا ببین چه سنگ خوشگلی میخوام بذارم. واه ادعا what the fuck. نور میذاره. آقا نزدیک اینجا نشو بگم چرا آخه اینا رو میبرن. آقا اینا رو میشه بکنی بگم چرا آخه میخوام اینا رو بکنم. بچه آماده ای؟ نور میده چه خوشگله اینا برای داخل سورپرایزامون. بله آخه این واسه این پورتال اینا شاید باشه. بچه آماده ای؟ بچه ها میرسین اگه زامبیا به ویلیجا بزن چی میشه؟ آره میشم ویلیجرش. بچه شما میدونید دیگه. بچه آماده دینو بکنیم ویلیجر بهتره که. آره. بچه پشمام نمود. بچه نمود. بچه بمیر دیگه. بچه چقدر بهش دمیج خورده بود آخه. بچه من میخوام آقا بردیا بله کارتون جانشه یه رسی میایم اینجا. بیاین اینجا من یه بعدم بیاین پیش منم یه سورپرایزی براتون میخوام. چش آقا امیر. هر موقع گفتم آقا بیاین. امیر من تو یاری یا آقای من. بله بعدی گسی بیا اینجا. الان هم صبر کنید اینو من بتره کنم. آخه چند دشمنی دارم با این زندانه. خب میزنم بتر کنم. بسلا الله سترکش مترام بترکه. بچه ترام اصلا چش داره میترکه. چشمش کجاشه؟ من هنوز متوجه. بچه ها سحر پاشیم. بچه یه لحظه بعد من برم ماهیگیری کنم یه غذا بخورم. من یکم سحر رو اهمیت نمیدم. بگم چرا؟ چرا؟ چون آخه دارم یه سازایی میدالم. من گناه دارم. خب من اینجا وای میسم تا ماهیم بیاد غذا بخورم. غذا بخوری؟ راه کجا آوردم. عجب نیمسوزی هستی. کی؟ تو. چرا؟ تو چی؟ بچه من نیمسوزترم. فاک هندلینگت بالاست. تو هندلینگت بزن. میرسی اون با مرده بود. بچه بله تو بازی احساس میکنم بچه من تو بازی احساس میکنم یکی عرق کرده تو بازی. تو خود بازی تو مانکرافت ها یا اینکه یکی شاشیده. یا حضرت عباس. آی آقا مهدی. بچه آقا مهدی داشت خفن میشه. میان سورپرایزی ما نشونتون بدم. بچه بری سراغ. من دارم میام. واه آقا مهدی هم بیاد. من اومد از شما. آقا مهدی من اینجام. آقا مهدی رو سری میره. What the fuck. منو پیدا کردید؟ آقا امیر ما اینجا رو بکنیم اینجا باشیم. نه خیلی ولش کن. کجایی آقا؟ من آمی رو پیدا کردم. منم پیداش حالا کردم. بیانین زیر برید شما. حالا خدا وای خدا. هیا الان میکشمشون. باید تکون نخود. هیا همه چی میارم که با هم دعوا کنم. باشه توخ پیدا کنم. تخمه چیزو بردار. تخمه اندرمن رو بردار. تخمه آیرم گلن رو بردار. آیرم گلن با من توی 2 بار ضربه زدم. با مشتم آب پیداش کردم. بچه من قبلا 5 سال اینا بودن دنبال تخم آیرم گلن اصلا نمیشم. آیرم گلن که آقا امیر وای نه جز سورپرایزی های من بود. وای
خدا بیا بریم اون یکی سورپرایزمون برای بچه‌ها. چرا آخه بیا بریم اون یکی سورپرایزمون. این چیه کجا میری بیاین اینجا بسازیم سورپرایزمون رو نشونشون بدیم. باشه بیاین. سورپرایزمون باحال باشه گرافیکی باشه فیلم بهترین فیلم ده آقا امین ناراحته چی شده عزیزم تو عزیز من بگم نیستی چی شده؟ میزنمت میخوای بگم چی شده؟ نه نه یه دقیقه وایسا بهت بگم چی شده. چی شده ببین این شده. نه نکن نه وات نکن گنج گنج بچه گنج وای گنج پیدا کردیم بچه چی پیدا کردی؟ وای امیر ویلیج پیدا نکردیم قایقم پیدا نکردیم تو گنج نقشه رو پیدا کردیم بچه تو چیزای بچه امیرعلی گذاشته؟ نه ببرلو بعدش بچه تو آبا قایق پیدا کنید تو چسته به احتمال زیاد از این هست آقا امیر آقا مهدی بچه ای کاش میشد توش بپر ولی چه چیزی پیدا کردم. آقا امیر تو پیدا کردی من بچه من یه بار پیداش کردم ولی زیر آب پیداشم میکنم دیگه تسلیم شدم بچه مطمئنم آقا امیر گذاشته نه باور کنید من داشتم اونجا راست میگه آقا مهدی آخه آقا امیر آقا مهدی خیلی بیشوری آقا تو چرا همه وسایلاشو برداشتی؟ what the fuck بیاین براتون بندازم. چسته اونجا نیست. بیاین بالا چست گذاشتم. چسته رو ترکوند آقا مهدی آقا مهدی نزدیک بود خونه آقا امیری که ساخته رو من گذاشتم. آقا امیر نزدیک آقا امیر نزدیک بود آقا مهدی این خونه رو بترکونه نه بابا میگم خودم گذاشتم. چرا خونه تو کوچیکه آقا امیر پس شما کجایی داخل بیاین این بالا چست گذاشتم اینا رو بردارید. چس آقا مهدی برداره به نظرم. کجایی؟ بیا این ور. چسته کجاست دست منو میبینی؟ بیا بالا سمت راستم. راست با کی آقا مهدی من دیدی؟ چپت پایینت. این هاشم. آقا مهدی بایسته من دیدمش سوتو فاک بذار آقا مهدی مطای برش داره به نظرم. تو چسه زیر آبه نه بابا پس کجاست میگم آقا مهدی برش داره. کجایی؟ ایبی نداره آقا مهدی این ور، برش پایینت. داره آقا دیدی؟ مهدی بیا اینو بردارین. آقا مهدی شما اینو بردارید افتخارشون به شما میرسه حالا توش چیه آقا مهدی برش داره اینا رو. چه جالب. چسته رو بردی اینجا آقا امین نه بابا آخه وسایلایی که تو چسته بود تو من اینه برداشتمش گذاشتم یه دونه خودم چست برداشتم. بچه یه سوال یه کاری میام هم بله آقا مهدی بیشتر جالب بتونیم اگه گنجش پیدا شد برش داریم نه بچه گنج نه بعد بریم زیر آب چیز پیدا کردیم کشتی پیدا کردیم بعد توشو بگردیم ولی از خونمون دور میشیم ایبی نداره نمیخوایم بریم قوسنما داریم بچه راستش ما یه آقا مهدی یعنی میشه لطفاً بیاین کجا؟ آخه ما جزو نقشه‌هایی که داشته بودیم کشیده بودیم واسه بچه‌ها بچگاه پیدا کردم. میخوایم بریم تو چیز بیا اینجا بذار. همین کارو میخوام کنم اتفاقا سب کنید اول بچه کی میخواد آقا من بسازم آخه آره کمک میکنیم به هر ما. آره بچه سب کن من و آقا امیر بچه پورتاله رو چیز میکنیم آقا مهدی روشنش میکنه آقا امیر شما این ورش من این ورش انقدر خوبه زیاده بزرگ نشد خوبه خب خب بریم
بس what the head کی بود رفت؟ آقا مهدی بود الان هم من رفتم. سلام داداش، سلام دافی. دیشته دا بیدام منگله بیدام شنگله بیدام. بچه ها داریم میبینیم. بچه ها صدای بچه‌ها من فکر میکنم آخه ولی به خدا من فکر کردم امیرعلی اون گنجه گذاشته فکر میکنم نه آقا نه آقا مهدی نه. آقا امیرعلی نیستم من، آقا امیرم. آقا آره امیرعلی امیر آقا امیر. آره فکر کردم اون گنجه گذاشته باید ست بکن الانم به خدا نذاشته. نه ولی بابا. فکر کنم فالو زیاد بگیم به خاطر این گنجم هست. آقا بچه ها میدن. آخه بچه ها هم مانیتور بازی کردن، اونا بیشتر میدونن. بچه چرا موندیم؟ خب تا این بیاد. بچه چقدر طول میکشه. بهتون بگم من یه بار نیم ساعت زمان بود برم. بابا مهدی داشتیم بازی میکردیم، نیم ساعت زمان بود. بچه ها نیم ساعت زمان شد، به خدا همون نیم ساعت رو نابود میکنم با همون TNT. بچه ها نیومد. نکنه گیر کردیم. یا ابوالفضل شب رو نمیخوام. اومدیم. بچه ها اومدیم. رکب دای رفتیم. بچه اینجا کشتی. بچه ها اینجا دقیقا جای گابلیناست. ما آقا امیر رو گم کردیم. نه آقا امیر بالا سرتم. من بچه بیان اینجا پیش هم دیگه باشیم. بچه ها میخوام یه کار جالب کنم. اسم منو کی میبینه؟ حالا بیاین در واقعیت قرار بود یه کاری انجام بدیم. وای آره این خطوچی ها رو بکشیم. بچه الان من آقا بقیه ها پیدا نکردم. بچه این از توی پورتالمون برو بیرون بینم شد. بچه یه لحظه بیا بالا. بچه پورتال اگر گم کردیم فدای سرمون. اینجا نگاه کنی. یارو بچه اومدیم این بولود. بچه ما ایش سنگه لابا لابا بچه ما ایش لابا سنگه داریم. کجایی؟ کدوم سنگه؟ بیا بالا. در حقیقت من آقا این آقا امیره بیاین اینجا. خودشه بیاین همین بالا. کدوم سنگه رو بیا اینا. داریم؟ کجا بچه؟ خب داریم. صبر کنید. جون نداریم سنگه رو. بچه من میشکنم فلش. بچه یه چیز جالب بذارم کفتون میبره. کفمون بریده نمیشه. من فکر کردم من ترسم. بچه ها صبر کنید الان یه چیزی بذارم. بچه آخر دنیای برعکس. آقا مهدی من اینو رفتم. آره خیلی جالبه. بچه شما هم نمیدونم رفتی تو این یا نه، ولی آخر دنیای واقعا یکم وحشتناکه. بچه بیاین جایی که من هستم پیش پورتال. بریم داخل پورتال. نه بچه نرید. نرید نرو. رفتم. میخوام یه چیزی بذارم. صبر کنید اینجا نمیشه. آقا نگاه الان میبینید چیه. صبر کنید بچه ها خیلی جالبه. نمیدونم تا حالا این مابو دیدید یا نه، ولی من دیدم. بعد اسپامش میکنید. این چیه؟ الان میفهمید. این تو انده. بچه ها مراقب باشید نشدنه پورتالمون رو خراب نکنه. چرا؟ شما از پورتال دفاع کنید، من از اینو میزنم. کجا رفت اصلا؟ من دارم باش میزنم. مرد؟ نه فعلا دیدمت. شما از پورتال دفاع کنید. آقا مهدی آخه داره دفاع میکنه. من گفتم میام کمک شما. نمیتونم با این بزنمش مگه اینکه یه کاری بکنم. بچه من اینجا یه دونه چی بیارم؟ نمیت از پورتال دور نشی گمت میکنیم اینطوری. بچه نمیتونم. آقا امیر نمیتونم بزنمش با این.
تونستم. خیلی وجه میکنه. واسطالینم. گیرش آوردم. وای فرو کرد. وای بهم سم زد. من سم زدم بهش. به من زدی. سلام. یا بلفت what the fuck. اینجا نرو بینم. کجا میری؟ من یکی بخوام دوباره بهش تیر میزنم. آقا تیر نمیشه. خیلی فرزه. این دفعه وای این خیلی بده. این چیز محافظ مانندشه. این میزنه داغونمون میکنه الان. بچه شما آقا بعدی اون شهر آورد، من اینجا یه دونه کتاب پیدا کردم. آقا امیر من رفتم بچه من گوشیم هنگ کرد. منم گوشیم هم کرد به خاطر این. اوه یاجی بچه آخه من کتاب رو برداشتم نکنه به خاطر اون بوده. نه به خاطر کدوم یه کتابه؟ کتاب اومده بود توش خارجی نوشته بود، به آتش کردم. نکنه به خاطر اون باشه. وای چقدر این قوی شد یه دفعه ای. دمیج بخور. برو من دارم میزنم. بچه یکی دیگه چی دیدی؟ کتابه ازم بود. برو دنبالش به نظرم. آره غیب شد. بچه اون کتابه خیلی مهم بوده. جادوگر بوده احتمالاً. جادوگر بچه من کشتمش. جادوگر ما داره میتره مثل بومبه. چی شد؟ الان میتره که مرد بعد از سالها مرد. بچه الان چند ساعت گذشته وقتی که اینو کشتیم؟ چند ساعته؟ آقا مهدی شما کجایید؟ الان بذاریم نقشه بزنم. بچه قصه نما بزنیم میاد که من پورتال. من نقشه میزنم آخه نقشه دور برمون. آقا مهدی نگران نباش. باید بریم خودنما بزنیم. آره بچه من به زور اون کتاب رو گرفت و دستم اومد گیرم. بعدش چی شد آقا؟ نه در روی یه سنگی هم بود که سنگش اینجاه، زیادم مهم نیست. من دارم آقا امیر رو میبینم. آقا مهدی رو چرا پیدا نمی کنم؟ من دارم میرم دنبال آقا. کجا اومدم؟ من دارم میرم دنبالتون. نقشه دست نکنه پورتالمون رو ترکونده. نه بابا ما تو حیاتی فکر کردی؟ آله بچه آقا مهدی داره با یکی حرف میزنه. آقا مهدی بچه من بنفشه هستید پیدا نمی کنمتون. بچه یه پورتال دیگه باید بسازیم. بچه من دارم شما میبینم. منو کی داره میبینه؟ من پورتال رو پیدا کردم. این من میشه آقا مهدیه. من گم شدم هستم. چی بزن؟ خودنما؟ داخل خودنما بزن. آخه من دارم با نقشه میام. نه خودنما بزنی به نظرم بهتر. آقا مهدی شما اینجا میمونی من یه دقیقه برم دنبالشون؟ کجا این آقا؟ برو بریم. بچه آقا مهدی الان یاد ما رو پیدا میکنه. یا خدا آقا مهدی لطفا پیدا خودنما بزنید. خودنما زدیم. چه چیزه آخه پیدا کردیم. شب زده به سرم دل منو. بچه بریم تو پورتال.
بریم بچه باشین بچه روی سنگه این بود. بچه کدوم کجا این؟ رو این این امرالده وایستاده بود. رو امرالده بوده؟ آره. بکنیمش بریم زیر. شاید زیر یه چطوری با حرکت داشت میکرد؟ نه چرا رفتیم تو همدیگه؟ آقا من میرم تو یکی تو ما بود یکی دیگه تو ما بوده. وای من رفتم داخل پورتال. برم. بچه نه نرید بچه یه صبر لحظه کنید. میتونی بیای از اول؟ چرا؟ نمیشه؟ آخه خب چرا کلا؟ آقا من یه کاری دارم. چرا خاموش شد؟ آقا چی شده؟ آقا نرید. نریم. آقا مهدی میگه بریم از اول. نه نریم کارم تموم شد. بچه صبر کنید. کسی نرفته که تو پورتال. نه آقا مهدی بچه بیاین من میخوام اینو بسازم. نه من میدونم چطوریه. وایسا هیچ کاری نکنین. اشتباه نه داغونه وایسا من بلدم. من میدونم اشتباهه. خودشه. نه نی به خدای نی. چی داره؟ سن میکنه. میخواین آقا بعدی این نیا. خودشه. آخه مگه ما نمیخواستیم مگه بریم تو این؟ میدونم ولی این نی بیا. خودشه آقا. الان درست شد. چرا نرفت؟ آقا چرا باز نشد؟ بازی احتمالاً باگ شده بچه. باگ نشد تو. بچه بازی باگ نشده یا شاید هم باز این شاید تو پورتال نمیشه. بیا آره. تو پورتال خودمون. آقا مهدی بیا تو پورتال خودمون. آره آقا مهدی بچه تا آقا مهدی بیاد من بینم اینو من بسازم. وارد شدم. من دیدمت امیر. خب بچه من شما را دیدم برادر. این مزاحمه. کی مزاحمه؟ بچه آقا این یارو اومده همینجا چیز رو میکنه. بچه راستشو بخواین بچه نیستی؟ خودشو ببخشید آقا. آخه نمیتونم بگم بزرگا اصلا چون همچین کلمه ساخته نشده ولی الان من میسازمش. آقا نشد. بعدش آخه نساختم هنوز. نه این نشد اصلا. این اشتباهه. ببین میدونم. این خطا رو میبینی 2 خطه اونا باید صاف باشه اونطوری میشه. بچه ها لطفا سابسکرایب یادتون نره. چرا نمیشه؟ بچه ها تا اینکه گفتم سابسکرایب نشد. بچه ها بازی باک شده. بچه میشه من بسازم. من بلدم. آره بیا حالا بساز تو. آره بچه ها من یه دقیقه میرم بعدش میام. بنده یه چیزی گرفتم. بنده طلا بهم داد بازی. آقا امیر و آقا مهدی من این لحظه برم بعدش بیام. سری بیا یا شلی بیای. گوگلی بچه ها من میام. من برم بعدش بیام. نساختم. آقا برادر درست شد. بله. الان میخوام یه چی این از چی اومده؟ پورتال اومده. چی شد؟ یه چی از پورتال اومد رفت تو اون یکی پورتال. الان پرشه. اونهاش
داره آتیش میزنه اینجا رو. چه رنگی؟ چی بود؟ ایناش کردمش تو آب. من اینجا میخوام یه چی بسازم رو به بالا برم، اون بالا کنم. من یکم دیرتر وارد میشم. اسم من دیگر نیای یه دختر الام سایا. آره من اشتباه میزنم. بچه ها پورتا رو کجا ساختید؟ زیرته. شما رفتید؟ من هنوز نرفتم. آقا امیر آقا مهدی من دارم این کار میکنم، خیلی خوشگل میخوام بیام. منم بیام باهات. نه من اینو واسه خودم ساختم. بچه ها من رفتم. من بدجنسم نمیذارم بیام. حتی مکتا بچه ها من رفتم. چه؟ آقا امیر رفت و آقا من میخوام رو هوا بپرم توش. آقا مهدی از هوا میخواد بپره توش. منم همینطور. بچه من ایجو خدا یا خدا یاختا آقا بعدی شما کجا رفتی؟ خب من اینو میذارم. آقا بعدی من شما دیدم. آقا بعدی واسه دیدم شما. من اینو چرا نمیشه؟ این دراگون الان قرار بکشینت. صدا بودم من بکشیدش. الان میام. دراگون راستش تا وقتی که بکشیمش خیلی برجون. الان حساب نداره اندران. بچه به نظرم نکشیم. میگم چرا بذاریم پورتا رو بسته نگه داریم. آخه یکی میره توش چیز میشه. آقا من نمیذارم اندر دراگون رو بکشی. میگم چرا؟ آقا ما خیلی بکشیم. نمیشه. باید. آخه پورتا رو باید بسته نگه داریم سر یه چیزی. سر چه چیزی؟ آخه پورتال هیچ کس باز نکنه واسه میشه. نه ول کن. نه اندر آقا مهدی داغون کرد. آقا مهدی نکن وای. آخه ما پورتاله رو چیز میخوایم کنیم. میخوایم بریم تو پورتاله. کدوم پورتال؟ همون وقتی که اندر دراگون رو کشتیم. آها یه. نرو فدات بشم نرو. من دارم منبع قدرتاشو دارم میترکنم. آقا من میخوام زومبی شم. اون مردونه کجاست؟ خب آقایان اندرمن به واردن آقا واردن سلام میکنید؟ نذارش وای واردن خیلی بده تو خدا. واردن این سنگا رو بچه ها نمیدونم بیا توی لطفا. نه باید اینجا هست. اپون باید این ترته ها اینه. بچه ها من الان میام. آقا میر آخه خودتون میگفتی. میگفتون؟ من نگفتم والا. یا اول فصل من چه غلط کنم. ببین من با قدرتات بر کنم. فکر کردی کنم. این سنگه رو بس برو خودم. بچه دفعه بعدی قول بهتون میدم که چیز یعنی شاید تنها باشیم شاید دو نفر یا معلوم. شریعتی که داریم موجود. آره نه سوروایوال. شاید آخه بچه ها سوروایوال بیشتر دوست دارن. بچه تو کامنت ها بنویسید سوروایوال دوست دارید چی دوست دارید. من داره میکشم. تو هوا نمی چیز زدیم. باید بذاریم بیاد اینجا. ای کاش بردیم. الان میخوام یه کار جالب کنم. داره حاطی ممکن میکنه. بلش کن. بچه ها من الان میخوام بکشمش.
بکشم. فقط الان میبینید چطوری میخوام بکشم. آقا امیر یه چیزی گفته باشم، سب کنید میگم. حالا اول برم چیزای مورد نیاز، چیزای مورد نیاز اینو با بچه ها یکم کاربار داریم. بخواین نخواین بخواین و اینجا اگه بپوشین بچه اون یه دروازه زیرش خیلی آره بچه اونجا یه چی ساختیم. بله بچه باید دروازه کوچیکه خیلی خوب. آقا مهدی بعدش بچه مسئله مورد نیازمون خیلی بچه ما آخه بیرونی خدا دیه. اگر هم صدامون نمیشنوید داشت بچه بردنم نگاه چطوری داره حمله میکنه. بچه من دارم وسایل مورد نیاز خودم هم مایکرافت بازی کنیم، بازی دیگه ای هم بازی میکنیم. آره آقا مهدی کالاف میرین دیگه. چشم آقا خدا آقا یا اندک حواس. What the fuck؟ بچه الان میخوایم اینجا رو بهتر کنیم. آقا مهدی لطفا نگاه کنید من الان چی کار میکنم. آقا مهدی نگاه کنید این فشفشه رو میبینید و نگاه کنید چی تنمه. خودم از اینجا پرت میکنم همونطور که میدونید و حالا اینو میزنم و سرعتی میرم. کیف کردید؟ آقا امیرعلی بیاید شما هم بگم. آقا امیر الان همونطور که میبینید من از این لباسای پروازی پوشیدم. بعد اونجا که تو فیلم مانکرافت اینو یاد گرفتم نگاه کنید خودم الان پرت میکنم اینطوری پرواز میکنم این فشار بزنم با سرعت میرم. وقت شخصی به مانکرافت یه نامه تقلب کردم چون اولش میگفتم فیکه کیک نیست، بعدش دیدم به جای فیک کیکه خود کیک. اینجا یکی اندرمن کشته. آقا امیر بچه الان میخوام آقا امیر شما چی؟ What the fuck؟ بچه بیا اینجا بشین انده. نمیخواد بیا بشینه دیگه. انده درونگو ناراحت شده. چیکار کردی ناراحت شد آخه؟ کشته شد. بچه بریم. اسپایدرمن we can avoid be the boy. بچه مانجا فکر کنم این لیونا نشون میده. What the fuck؟ بچه همطور که گفتم لایک سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوی بعدی